من کالا توی پیج میذارم، توی پیج اینستاگرام و توی چنل یوتیوب هم هست که شما دارید میبینید. من اسمم تو بازی گورکنه، اسم خودم هم شهابه. من ویدیوهایی میذارم که شما منو حمایت کنید و با کمک شما پیجو بکشم بالا. اینم یه رونمایی از اکانت همه که دارم نشون میدم، در کنارش حرف میزنم. و اینکه دوست دارم ویدیوهایی که میزنم شما لایک کنید، سابسکرایب کنید چنلمو و خلاص از من حمایت کنید دیگه. اولین ویدیو هم هست، از گیم پلی هم براتون میذارم، از نکات بازی براتون میذارم، از هزار جور چیز دیگه، در ترفندها و جایزهایی که خود بازی میده و شما خبردار نیستین. و قراره که در 2-3 تا ویدیوهای آینده اینجا یه گزینه براتون فعال شده، اینه به حساب که من دورش خط بکشم. یکی بود اینجا این هستش. اینا یه چیز زرد رنگ میبینید اینجا که بهش میگن ایونت آلکاتراز. اینا والا اینجا نوشته که کلاو و فکر کنم اسم ایونتشه. اینجا شما باید وارد شید، من الان میزنم روش و این من الان کل ایونتش رو تموم کردم و شما باید کارایی کنید توی آلکاتراز، تو خود مپ آلکاتراز. بر همینه نگاه کنید 11 روز الان براتون خط میکشم دورش. نکن اینجا نوشته 8 روز و 8 دی و 13 هورس دیگه. 8 روز براش وقت گذاشته، دلیلش همینه که قراره تو 2-3 تا ویدیوهای آینده براتون بذارم تا این 8 روز که سریع این ایونت رو کامل کنید و ربطی به مپ کرای داره، مپ جدید. و الان خوام که بریم یه دونه دست فیر فورال که من بتونم خیلی زودتر 169 اتشمنتش هم الان براتون میذارم. اتشمنتشه گانه قشنگیه. خواهیم که بریم این گانه رو دایموند کنیم. الان از دایموندیش چند تا رفته؟ 38 از 120 تا رفته دیگه. هم قشنگ است. الان میریم یک دانه دست فری فورال میزنیم و ویدیو رو براتون قطع میکنم. همراه باشید با من که بریم به مپ شیپمنت. من اومدم که الان بزنیم دست رو بکنه پلیرهای قوی نباشه. بریم پسرم اینجا که اینو میزنیم میرسیم به این نست. زدیم و اون بات رو داره. تو بات هم چیتر شدن جایی. این پلیره زد مورم پلیره همه مثالشو میرسم. اینجا این دوتا رو هم یکیشونو میزنم و اول
29 5 لایک هم به خودمون بدیم. این زمان خیلی خوب بود ولی این پلیر اونجا هم زد. هم رسیدم اونجا اینو زدم برگشت کنیم با الان که خوبی. اولی که شدیم الان حالا چرت و پرت هم که این داد بتل پسن این گانه تایپی 60 خیلی خوبه. خب بچه ها تا یه ویدیو دیگه همراه من باشید، حمایت کنید از من، لایک و سابسکرایب یادتون نره. فعلا خداحافظ.